بوئینگ 747 یکی از بزرگترین هواپیما، خیلی قشنگه مگه نه؟ ولی امروز می‌خوایم بریم با هم دیگه حس و حال رانندگی کردن با خودروی ونوسیا آنلاین رو ببینیم. ما تو پست‌های قبلی این ماشین رو هم از نظر فنی و هم آپشن بهتون معرفی کردیم و امروز می‌خوایم صرفاً فقط حس و حال رانندگی کردن باهاش رو باهاتون به اشتراک بذاریم. خودروی ونوسیا آنلاین محصول مشترک نیسان با دانگفنگ و به همین خاطر اون استانداردهای لازم رو نیسان برای ماشین در نظر گرفته. از داخل کابین میخوام شروع بکنم. کابین ماشین به واسطه این داشبورد لوکسی که داره و چرم مصنوعی حس خیلی خوبی رو بهتون انتقال میده. فرمون دیکات و لمسی بودن همینطور با مانیتور 25 اینچی میتونه از حسای خوب رانندگی کردن باشه. سقف این ماشین گلس روفه و خیلی جالبه. الان که آفتاب بالا سر ما هست نوری داخل ماشین نمیاد و همینطور شب‌ها شما میتونید آسمون رو ببینید. تقریبا تو رنج 2-2.5 این ماشین نسبت به همرده ها طراحی خیلی لوکس و شیکی داره. جلو پنجره با خطوط در هم شکسته و چراغ عقب 2 تیکه یه حس شیک بودن رو به آدم میده. به واسطه اون موتور 1.5 لیتری 188 دست بخاری موقعی که شما پاتون رو روی گاز میذارید اون کنده شدنه رو، اون شتابه رو کاملا متوجه میشید. حالا بریم با هم دیگه ببینیم 0 تا 100 این ماشین چند ثانیه زمان میبره. یه موتور 1.5 لیتری توربو شارژ داره با 188 اسب بخور 260 گشت‌آور. شما موقعی که پاتون رو روی گاز میذارید ماشین از جا کنده میشه. حس نرمی و حس اون شتابه و امنیتی که به واسطه اون سیستم طراحی نیسان داره حس خوبی رو بهتون میده. این هم از حس و حال رانندگی کردن با خودروی ونوسیا آنلاین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و خیلی خوشحال میشم نظرهاتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید و بگید خودروی بعدی چه خودرویی باشه.